عبدالله، لطفاً اول در باره سخنرانی رئیس جمهور امامعلی رحمان تفصیلات میدادی. بله طاهر، رئیس جمهوری تاجیکستان در حالی که جوانان کشور را از بیگانه پرستی هشدار داد گفت تاجیکستان محتاج جهانبینی و یا مذهبی دیگر نیست. ما مذهبی تحملگرای خود حنفیه و پیری مذهبمان امام اعظم را داریم، اظهار داشت امامعلی رحمان. و افزود که تا کنون 7 حالت به سوریه رفتن دانشجویان تاجیکی دانشگاه‌های خارجی و پیوستن 11 دانشجوی مکاتب عالی تاجیکستان به گروه دولت اسلامی ثبت شده است. امامعلی رحمان تعداد عمومی جنگیان تاجیک در عراق و سوریه را بیش از 300 نفر دانست و گفت تا کنون 100 تن آنها در جریان درگیری‌های اخیر کشته شدند. او افزود قسمت زیادی تاجیکانی که در جنگ‌های عراق و سوریه جنگ می‌کنند جوانانی از 18 تا 25 ساله هستند. رئیس جمهور در ادامه از نفر مشخص نام نبرد ولی جهادیان تاجیک را خائنان وطن و مذهبی حنفی نامید. آیا رئیس جمهور امامعلی رحمان درباره چگونه به ادامه گروه‌های تندرو افتادن جوانان تاجیک صحبت کرد؟ امامعلی رحمان گفت که قسمت از جوانان برای پول و هم به این اعتقاد که گویا به عدالت میرسند به جنگ‌های سوریه و عراق رفتند. او ترغیبات تندگرایان در اینترنت را یک سبب دیگری رفتن جوانان به جنگ‌ها به خاور میانه نامید. رئیس جمهور گفت هنگام استفاده اینترنت و مطالعه مواد و شبکه‌های اجتماعی همیشه به عقل و ذکاوت و دانش خرد خود تکیه نمایند جوانان. رئیس جمهوری تاجیکستان در حضور صدها دانشجو به والدان آنها مراجعت کرد و گفت از حضور جوانان و تحصیلشان در دانشگاه‌های دینی خارج از کشور جلوگیری کنند. عین زمان امامعلی رحمان به مقامات رسمی دستور داد که برای راه ندادن به گسترش افراطگرایی در جامعه و به قول او بیگانه پرستی چاره‌های بیشتر اندیشند. تشکر. همکارم عبدالله اشور از دوشنبه صحبت می‌کرد.